سلام علیکم یار دوستان محترم هواداری کانال و خصوصا مردم چارودار و چارودپرور. برای شما تقریبا 2 هکتار زمینی لولبو برای همین گاو و مولها، یعنی که شخصان خریدار ما میخوایم که با خودمون جلب کنیم که همین خریداری کنن. نرخش 2 سومونی میگویم، با بسیار میگرفتی آدم با سودا میشه و این ما حساب ندانستیم که در همه جا چند سومی است حاضر نمیدونیم. از اون حساب 2 سومانی گفتیم، با اگر نرخ روز نرخش چنده باشه با به همون نرخ ما سودا میکنیم. کسانی که آبتو میخرن با خدا خواهد کم و بیش ارزان کرده میشه. من بر شما خربوز و چی میگود لبلبوها برای گومول تقریبا از 3 کیلو زیاد هستن، از 3 تا 12 کیلو را هستن این لبلبوها. برگش هم تقریبا یک تگی 50 سانتی متر است. برگش هم گاو مول میخورد و لبلبوش هم دوستو خریدارا باشه حتما زنگ میزنید. قرار دارد این زمین در حدودی اساساتی خواجگی دهخانی سامانی آنانی که منطقه یکم چسکه ناحیه مسجد بسیارتر ما را از طرف دوشنبه هم تماشا میکنن و میگن که این کجای ادرسات گفته. ما بسیارتر برای همین مردم همین حدودی ناحیه مسجد این چیزا را رکلام میکنیم. میتونید آماده به حضور خواهید زمین وای همیشه میخرید، میخواهید چقدر که در کار دارید برای شما کنده برکشیده گفتشنید کرده برای شما سودا میکنن. شما ببینید چقدر زمین برگاش هم همش خوب است. از بس که بعضی ها میگن مثال حاصلاشون در زمین خوش شده است ندانستن که چقدر پرورش کنن، از زمین توسیده خوب رفته است. اینجا همش یگان خیلی توسیدگیش نیست، همش گوجهش که خواهید کنده نشون میدیم دوستو. من گوجهش که خواهید شما کنده نشون میدیم، همش حالتاشون خوب است. من ببینید دوستو، من تلفن ها رو برای تماس در روی اکران میگذارم. حتما در همون رقم ها زنگ میزنید. واتساپ، ایمو، تلگرام همش هست دوستو. این با خصوصا مردم سامانه اگر که خواهند فهمند در کجاست این زمین، در زمین های بریگاد 4 در اونجا قرار داره، میتونید خریداری کنید. خب با معلومات بیشتر را در رقم روی اکران زنگ میزنید دوستو، معلوماتش میگیرید که جای انیق زمین در کجا است. خب واقعی سربلند خانواده باشید، همیشه دهخان خرمش همه خیلی فراوان باشد و کسانی که خریداری میکنن شیر گاوهاشون از 5 تا 10 لیتر زیاد گردد. ویدیو به شما پسند آید حتما فکر و اندیشه خوبی خدا گذارید دوستو. واقعی سربلند و خانواده باشید.